ثنا و حمد و دایم مر خدا را، که با لطفش هدایت کرد ما را. دوستان عزیز و گرامی، در موضوع خیر و سخاوت سخنهای زیاد گفته شده است، ولی شکی نیست با آن تأثیری که رمضان و روزه‌داری در وجود ما می‌گذارد و ما را به خیر کردن حرکت می‌دهد. از تأثیر هر کتاب و نصیحت یک چند مراتبه بیشتر است. رمضان ماه خیر و صدقات است. رمضان بهار است که قلب روزه‌داران را از باران شفقت و غمخواری سیراب می‌گرداند و یا نسیم است که دست آنها را برای خیر کردن مال به تحریک می‌درآورد. بدین خاطر است که ما هر وقت چون نام پربرکت رمضان را میشنویم، در پهلویش نام عبادت‌های مالی دیگری چون صدقه فطر، افطار و زکات به ذهنمان حاضر می‌شوند. گویا رمضان با صدقه دو برادری هستند که هیچگاه از هم جدا نیستند. دوستان گرامی، آیا می‌خواهید در این ماه یکی از عادت‌های بزرگ پیامبری را انجام دهید؟ پیامبری بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم در این ماه سخاوتمندیشان بیشتر می‌شد. دستی کشاده که همیشه در طول سال داشتند، علل خصوص در این ماه باز هم کشاده‌تر می‌گشت. از این خاطر خداوند این عبادت بزرگ، روزه‌داری را برای ما طول یک ماه فرض نموده است تا اندکی گرسنه مانده گرسنگان را به یاد آریم، ساعت‌های بشمار درد و الم معده خالی را از سر گذرانیم، درد دائمی محتاجان بینوا را عمیق‌تر درک نماییم. در روایت‌ها آمده است که پیامبر یوسف علیه السلام تا همه اطرافیانشان سیر نمی‌شدند خود نمی‌خوردند. چون سبب پرسیدند در جواب گفتند از این خواطرم که دائم سیر باشند و مردمان گرسنه را فراموش سازند. دوستان عزیز، بیایید در این ماه مانند صحابگان بزرگ مثل ابوبکر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف باشیم. روایت میکنند که صحابی بزرگ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روزی 40,000 دینار صدقه کردند. 40,000 دینار یعنی برابر به 170 کیلوگرم طلا است. سبحان الله. برای همین در مدینه منوره گرسنه و یا نیازمند باقی نمانده بود. دوستان عزیز، باید دانیم که ما به خیر و احسانمان از محتاجان دیده نیازمندتریم. امام شعبی رحمت الله علیه می‌فرمایند کسی خودش را به صدقه اش از فقیر نیازمندتر نبیند، صدقه اش را بیکار و هبطه کرده است. برای چی؟ برای آن که خیر کننده به پاداش خیرش روز قیامت نیازمندتر است از نیازمند به مال در این دنیا. کی می‌خواهد از تصفیه روز قیامت، روزی که آفتاب چند وجب بالای سرها می ایستد و مردم در عرقها می‌غوطند، امین ماند به این بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش دهد. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که گفتند کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. هر انسان روز قیامت زیر سایه صدقه‌اش قرار میگیرد تا آن دمی که بین مردم حل و فصل کرده شود. دوستان گرامی، خلاصه میخواهم با چند جمله کوتاه سخنم را به پایان رسانم. تاجران و ثروتمندان گرامی، ناسزاست وقت شما هم مثل یک انسان میانه حال چند صد سامانی خیر و احسان کردن را برای خود لایق بینه. وقتی آن رسیده است که کارهای بزرگی را به دوش خود گرفته کفیل برنامه‌هایی باشیم که بر رشد جامعه سهم نظررس گذاشته باشد. فراموش نکنیم هرگز به نکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست می دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید بیشک خداوند به آن آگاه است.